چند روزیه که قیمت گوشت افزایش پیدا کرده What is this fucking shit؟ 110,000 تومان رسیده. باید به بدن خود فلفل بمانم. به یکدیگر حمله ور شدن. گوشت گران شده و از آنجا که گوشت خوبی هستی همه میخوان بخورنت مصطفی. دنزل واشنگتن اینجا چی میکنه؟ فعلا دست نگه دارید و نخورینه. شوهر نیست تو رو خدا. مصطفی زمانی خوشگوشتت را به فرزندم ده که خورد. گوه خورد. چرا میخواهید از بدن من تغذیه کنید؟ بروید در سایت فیلیمو و قسمت جدید نهنگ آبی را به صورت اشتراکی ببینید. خیلی خوب است. چه ربطی داشت مصطفی زمانی؟ یه قبی رانتم بده من بخورم. کل پاچتم برای من، یا خودت تقسیم میکنی یا اول زد و سپس منهایت میکنی. من بروم دستشوی الان میام. کجا بگیرینش؟ مامان مصطفی خوشگی رفتی، تنها گذاشتی رفتی.